بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله. خدمت تمام دوستان و عزیزان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در درس دیگر از درس‌های شناخت سیاست اسلامی قرار داریم و با عرض معذرت که یکی دو روز درس تعطیل بود بر اساس بعضی از مشکلاتی که وجود داشت. و در این جلسه درسی ابتداءً صفحه کتاب خدمت شما دوستان عزیزان ارائه می‌کنم و می‌خوانیم تعاملات خارجی که یک نظام سیاست اسلامی داره، چی در حالت صلح چی در حالت جنگ با کشورهای دیگر، منظور که کشورهای غیر اسلامی است. و لحاظا اینجا عنوان گذاشته العلاقات الخارجیه للدولة الاسلامیه حالت السلم، ارتباطات و تعاملات خارجی با برای دولت اسلامی در حالت صلح، و بعداً باز عنوان دیگری میگذاره در حالت حرب. این تأسیس علاقات المسلمین به غیرهم، اولین قانون رو توضیح میده که قبلا هم گفتیم که ریشه و اساس تعاملات مسلمان ها با غیر مسلمین بر اساس دعوت است. اصلی که ما باید دعوتگر باشیم و لحاظا چون بر این اساس است من شأنهی، پس از شأن نظام سیاست اسلامی این است ان یوسع نطاق السلم، اینکه دایره و کمربند صلح را وسیع بسازد. هرچی شرایط صلح بیشتر باشد بیشتر میتونه این پیام برسه و به همین خاطر میبینیم پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی مائل بودن که جنگ بین ایشان و مکه ختم پیدا بکنه و لحاظا صلح حدیبیه با شرایط سختی که وجود داشت پذیرفتن و قبول کردن تا این شرایط صلح به وجود بیاید. و ان یعزز بالتالی الحاجه الى الادوات السلیمه، لحاظا تعزیز میشود، یعنی بزرگداشت میشود بالاخره حاجت به وسایلی که صلح را به وجود می آورد، وسایل سلیم، وسایل صلح آمیزی که در تعاملات خارجی برای دولت اسلامی باید که عملی شود. و مرد ذالک، و برگشت و نتیجه این مفکوره و این نتیجه این است که باید وفا کند به مقتضای التزامی که قائم بر حق دولت اسلامی است. یعنی دولت اسلامی با کشور دیگر وارد صلح شده، باید به او توافقی که کرده وفا بکند که در نتیجه بتواند مضمون دعوت خود را برساند به نقل مضمون دعوه الى غیر المسلمین فی جمیع انحاء المعموله، و در تمام گوشه های معموله یعنی کره خاکی زمین بتواند برساند پیام خود را و تبصیرهم با آنان بینایی بدهد به احکام واضح و صریح و صحیح اسلام فی غیر ما ضغط و اکراه، بدون فشار بدون اجبار. و این یفترض فی المقام الاول، و این خواهش میکند در مقام اول اللجوء الى وسائل و ادوات سلیمه، لحاظ خواهش میکنه که پناه ببریم به وسائل و اسبابی سلیم تندرج من الدعوه بالحکمه، که در ضمن خود چی را دارد؟ دعوت به حکمت، موعظه حسنه، مجادله به احسن که در قرآن کریم به او توصیه شده. الی ابتعاث رسل، میبینیم به همین علت الله پیامبران را فرستاده و دعوتگران به همین خاطر حرکت میکنند و داخل میشوند فی مفاوضات، در گفتگوهایی به همراه طرف دیگر به غرض بیان، به غرض تفسیر و بینایی دادن و تنویر روشنایی افکندن برای طرف مقابل. و ما قد ینتهی الیه الامر فی ذلک من ابرام اتفاقیات. خب به هر صورت میگه بالاخره به این نتیجه میرسیم که در نتیجه این تعاملات ابرام میشه، یعنی فیصله میشه اتفاقیات یا توافقنامه ها و معاهداتی که بر اساس توافقات میتونیم خیلی راحت تعاملاتی داشته باشیم. فضلا عن الدخول مع الغیر فی تعاملات اقتصادیه، یعنی یکی که تعاملات دعوتی است، تعاملات صلحی داشته باشیم تا بتوانیم دعوت خود برسانیم. یکی باز میشه تعاملات اقتصادی به وجود بیایه، تعاملات تجاری به وجود بیایه که اینها باز میتونه به نفع مسلمین از جهت اقتصادی و اینها باشد، سواء فی اطار تحقیق التزام بنشر الدعوه و نقل الى غیر او فی سیاق تبادل السلع. حالا خود باز تجارت و اقتصاد اینها در ضمن خود میتونه نشر دعوت را هم داشته باشه، یا اگر نشر دعوت نداشت فقط مبادله سلع، اموال خود را رد و بدل میکنیم، منتجات خود را به حساب تولیدات خود به همراه غیر مسلمین چیزی میخریم چیزی میفروشیم، حسب تحتمه المصلحه العامه، به حسب آنچه که مصلحت عمومی دولت اسلامی او را واجب میگرداند. تحتمه یعنی واجب میگرداند آن را مصلحت عمومی دولت اسلامی. پس معاهدات در قانون دولتی معاصر به معنای اتفاقیاتی است که دولت او را میبنده به غرض تنظیم ارتباطات قانونی و دولی.
توافقنامه های امضا میشه و توافقنامه هدفش این است که یک ارتباطات منظم بشه، ارتباطاتی به وجود بیایه، بتونیم تعاملاتی داشته باشیم. خب همین رو توضیح داده و بعدم باز گفته فاذا کانت هذه الاتفاقیات تنظم بعض شؤون. این اتفاقیات بعضی از شؤون علمی، اقتصادی، صحی میتونه خوب درست بسازه، از لحاظ صحی، از لحاظ علمی، از لحاظ اقتصادی هم میتونیم ما استفاده کنیم، بهره بدهیم و بهره بگیریم. و این مصادم با کدام نص دینی هم نیست. ولا تصادم نص من نصوص شریعه. با هیچ نصی از نصوص شرعی توافقی که با نصی از نصوص شرعی در تضاد نباشد فالاصل فی الاباحه. اصل یکی مباح است، یعنی توافقی که به اصطلاح چی نشد در او با نصی از نصوص دینی در تعارض نباشد، این توافق کار درستی است، کار نیکی است، مثل که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم بستند. حالا مشروعیت معاهدات رو توضیح بده. ببینید خلاصه کلامی که پیشتر خواندیم مقدمه‌ای بود برای اینکه تعاملات با دیگران در عالم صلح یک چیز مطلوب است در شریعت اسلامی، یک چیز نیک است و با شریعت اسلامی در تضاد نیست تا وقتی که در این توافقنامه ها و تعهدنامه ها یک حرف خلاف شرعی در او نباشد. مشروعیت معاهدات میخوای حالا از نصوص دینی اینو نقل کنه از آیات قرآن کریم. میگه تقدم آنفا فی المبدأ الرابع، در قانون چهارم قبلا میگه ما توضیح دادیم عده‌ای از آیات قرآن را که وفای به عهد را حتی که با کافر هم باشد انجام بدهیم و واجب است و لازم است که خودش میرساند. پس عهد بستن با کافر درست است. وقتی وفای به عهد لازم است، خب وفای به عهد فرع چیست؟ عهد است، پس عهد درست است دیگه. و همچنین صراحتا در سوره انفال آیه 61 داریم و این جنحوا للسلم، اگر آنان میل به صلح کردن فاجنح لها، تو هم میل به صلح کن و توکل علی الله، و بر الله توکل کن. که البته مسئله صلح قبلا هم گفتیم برمیگرده بر اساس مصلحت حکومت اسلامی. جایی که مصلحت بود صلح میشه، جایی مصلحت نبود صلح باز نمیشه. برمیگرده که چی مصلحتی به حساب مصلحت عمومی دولت اسلامی او را ایجاب میکنه. که البته دولت اسلامی گفتیم در رأس خود مسئله دعوت را دارد، یک دعوتگر است. پس لازم مصلحت عمومی وقتی میگیم هم در بحث دعوت، هم در بحث اقتصاد مردم، هم در بحث تجارت مردم، از هر لحاظ دین و دنیای مردم. و این آیه مبارکه اگر چی که بعضی آمدن گفتن این منسوخ است، صلح منسوخ است، بعضی حرف زدن، اما ابن کثیر رحمه الله در تفسیر خود این رد کرده و گفته اصلا این درست نیست و آیه محکم هست، ثابت هست، اصلا منسوخ نیست و هیچ دلیلی هم به نسخش وجود ندارد، بلکه برمیگرده به اساس شرایط و حالات که تفسیر ابن کثیر رو در تحت این آیه مبارکه میتونید ببینید. و همچنین در سوره مبارکه توبه آیه 4 الله میگه الا الذين عاهدتم من المشرکین، مگر آن کسانی که از مشرکان شما با آنها عهد بسته اید، ثم لم ينقصوكم شيئا، بعدن آنها کوتاهی نکردن، تقصیر نکردن، ولم يظاهروا عليكم احدا، یک کسی را بر علیه شما پشتیبانی نکردن با شما بجنگند، فاعتموا الیهم عهد، عهدشان را با کامل کنید، الی مدت، تا مدت زمانی که عهد دارند، عهد موقتی است، اما زمانی که عهد دارند عهدشان را کامل کنید. ان الله یحب المتقین، الله پرهیزگاران را دوست دارد و یکی از انواع پرهیزگاری و تقوا این است که عهدی را که با دشمن خود هم میبندی بر او وفادار باشی، پایبند باشی. و همچنین سوره مبارکه انفال آیه 72 الله تعالی چنین گفته است ان الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا، همانا کسانی که ایمان آوردن، هجرت کردند، جهاد کردند، به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، با مال و جان خود در راه الله، والذین ایشون مهاجرین، والذین آووا و نصروا، و کسانی که پناه دادن مهاجرین را و نصرت دادن یعنی انصار، اولئک بعضهم اولیاء بعض، اینها بعضی دوست و مددگار بعضی دیگر هستند. یکی یک والذین آمنوا، اما آنانی که ایمان آوردند، ولم یهاجروا، و مهاجرت نکردند، ایمان آورده در کشور کفری همونجا زندگی میکنه، ما لکم من ولایتهم من شیء، بر شما نصرت و یاری اونها لازم نیست، چون اونها خب نیامدن به حکومت اسلامی در اینجا، در اونجا با مشکلی خوردن، بر شما واجب نیست که حتما اونها را یاری بدهید، چون خودشان همون حالت به خود پسندیدن. حتی یهاجروا، تا اینکه هجرت کنن، هجرت کردن، ایمانشان این در هر صورت درست است، اما یاری شما موقوف است به اینکه اونها هجرت کنن بیان به اینجا. البته اگر اونها باز در اونجا بودن و از شما طلب یاری کردن، یکی که طلب یاری نکردن، یکی که طلب یاری و کمک کردن، اگر طلب یاری و کمک نکنن نسبت اونها بر شما واجب نیست، اما اگر طلب یاری و کمک کنن باید اونها را یاری بدهید. و این استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر،
بر شما لازم است که آنان را کمک کنید. حالا یک سوال پیش میاد، بابا این حرفا چی ربطی داره به بحث عهد و معاهده و اینها؟ میگه اینجا می آخر است که همون مسلمانی که در اون کشور غیر اسلامی است، هجرت نکرده، با گروهی از کافران در جنگ است، اگر از شما طلب کمک کرد او را یاری کنید، واجب است، الا که با گروهی از کافران در جنگ باشد که شما با او کافرها چی دارید؟ عهد و صلح دارید. در این صورت همین مسلمان حتی بر علیه او یاری نکنید. الا فعلیکم النصر، شما لازم است آنان را یاری کنید. الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، مگر اینکه این مسلمانانی که در اونجا مسلمانان زندگی میکنن و هجرت نکردن با کسانی بجنگن که او افراد با شما در عهد هستند. اینجا دیگه باز یاری نکنید، کمک نکنید، حتی که این مسلمان هم هست، چون عهد شما شکسته میشه. والله بما تعملون بصیر، و الله در به آنچه که شما انجام میدهید بیناست، یعنی متوجه کار خود باشید. پس ببینید این نصوص خیلی به صراحت ثابت میکنه مسئله عهد را و توافق، عهد صلح بستن با کشور غیر اسلامی که عموما علمای اسلامی را قبول دارند. فقط یک بحث است، اختلاف نظرهایی باز وجود دارد که آیا این صلح میتواند محدود باشد، غیر محدود باشد، چگونه باشد، کالا میخوانید. و اما مشروعیت ذلك من السنة النبویه فقط تقدم ما يدل على ذلك صلح الحدیبیه. میگه از آیات که آوردیم، از احادیث هم میگه قبلا توضیح دادیم، در جلسات گذشته خواندیم، مثل صلح حدیبیه که پیامبر صلی الله علیه و سلم با مشرکین صلح کردند. پس هم با آیات قرآن ثابته، هم به احادیث متواتر و ثابت از پیامبر صلی الله علیه و سلم. اما مدت زمان معاهده در اصل صلح هیچ کس اختلاف نداره، اما مدت زمان معاهده للعلماء فی مدت المعاهده ثلاثه اقوال، سه دیدگاه وجود دارد که مدت زمان معاهده میتونیم تعیین کنیم یا نه. اول رأی امام شافعی رحمه الله، گفته مدت معاهده بین مسلمین و کفار علی ترک القتال یجب الا تتجاوز 10 سنوات، از 10 سال نباید زیاد بشه. البته قابل تجدید هست، 10 سال صلح، باز بعد از 10 سال دوباره بشه تمدید کرد، باز 10 سال دیگه، باز 10 سال دیگه، اما از 10 سال زیادتر به یک بار صحبت نشه. چرا این کارو بکنیم؟ دلیلش چیست؟ اقتدا به صلح حدیبیه، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم 10 سال صلح کردن. که البته این دیدگاه خیلی نمیتونه قناعت بخش باشه. درسته که پیامبر 10 سال صلح کردن، اما کجا گفتن که این 10 سال حد مرز است، یعنی اصلا نباید از این بیشتر بشه؟ گفتن همچین چیزی نه، خیر، یک امر اتفاقی بوده 10 سال شده و پیامبر قید نکردن که بالاتر از 10 سال نادرست است. و به همین دلیل میبینیم که دیدگاه دیگری وجود دارد. ثانی، دوم، رأی حنفیه، مالکیه، حنابله و هو جواز ان تكون مدت المعاهده لمدت طویله، میتونه مدت صلح بیشتر از 10 سال هم باشد. یک کشور اسلامی با یک کشور کفری صلح بسته میکنه برای مثلا 40 سال، 50 سال، 30 سال، ما دامت الحاجه قائمه لها، تا وقتی که حاجت خواهش کنه، یعنی صلح بر اساس مصلحت است، بر اساس حاجت و ضرورت است. ولكن لابد ان تكون محدده معلومه، اما اینا یک قیدی گذاشتند، گفتن حتما باید محدود بشه، به هر حال بلا حدود نه، ما با شما صلح داریم ابدالدهر، یا اصلا هیچ چی نمیگه ما صلح داریم دائمی، صلح دائمی نه. دیدگاه دوم میگه حتما باید صلح موقت به یک زمان بشه. که لا یکون ذالک، چرا میگه این کار بشه؟ تا اینکه این وسیله برای تعطیل جهاد در راه الله نباشد، تا اینکه چنین نشود. این دیدگاه این هاست. اما در مقابل قول سوم داریم، رأی شیخ الاسلام ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم رحمه الله و دیگر و غیر اینها، جمعی دیگر از علما به این نظر هستند یجوز تکون المده غیر محدده، میتونه محدود هم نباشد، میتونه محدود نباشد. استدلال کردن به چی؟ به مصالحت رسول الله صلی الله علیه و آله اهل خیبر، پیامبر با اهل خیبر صلح بکرد، مصالحه کرد و در این مصالحه مدت زمان تعیین نکرد و این مخالف با امر جهاد نیست، چون که چی صلح شده بر اساس یک مصلحت، مدت زمان هم معلوم نشده. باز هر زمانی که از طرف مقابل خیانتی سرزد یا مشکلی شد، خب همون زمان صلح میشکنه، باز دیگه مشکل حل میشه، پس حرف تمام میشه. مشکل که حل میشه یعنی چی؟ یعنی مشکلی که میگینی با جهاد در تعارض میشه، نه خیر نمیشه. و فعل پیامبر هم رو تایید میکنه. پیامبر صلی الله علیه و آله با اهل خیبر صلح دائمی کرده، لفظ دائمی رو نیاورده، یعنی حتی این نکرده. خلاصه ابن قیم رحمه الله گفته و فی القصه دلیل علی جواز عقد الهدنه مطلقا من غیر توقیت، نمیگه حالا ابدالدهر، نمیگه هم تا فلان زمان، صلح میبندن، زمان تعیین نمیکنن. ابن قیم گفته در این قصه دلیل است بر اینکه جایز است.
بل ما شاء الامام، بلکه هرچی سلطان و امیر مسلمین خواست انجام میده در این باب. ولم یجی بعد ذلك ما ينسخ الحکم، البته و در سنت پیامبرم میگه بعد از آن دلیلی نیامده که حکم رو منسوخ کند. پس ثواب جواز صحت آن است و هذا هو الراجح ان شاء الله. صاحب کتاب میگه از لحاظ دلایل قول قوی تر است، چون دلیل که ذکر کردن دلیل قوی است در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله وجود داره. پس لحاظ اگر صلحی بسته شد، امروز بعضی میبینیم میگن که فلان دولت صلح بسته با کفار، لحاظ این کافر شده، مرتد شده، جهاد را ترک کرده. این اشتباهه، نباید اینقدر تندروی بکنیم. دیدگاه فقهی فقها رو بریم یک نگاهی بکنیم، ببینیم دیدگاه‌های مختلفی در این باب وجود داره. این به عقیده و به ایمان و به ولا و برا هم ربطی نداره، دیدگاه‌های فقهی است و حتی از لحاظ دلایلی قوی‌تره که میتونه اصلا موقت نباشن. متى تنتهی المعاهده؟ معاهده چی وقت به انتها میرسه؟ معاهده به دو قسم از بین میره، یا اینکه موقت باشد و مدت زمان آن به پایان برسد، تنتهی المعاهده به انتهای مدت تا این کانت موقتتا، اگر موقت بود مدت زمان تمام شد خلاص میشه. یا اینکه یکی از طرفین او را نقض بکنن، حالا یا نقض کلی یا نقض جزئی. کلی یعنی تمام بندها و ماده های توافق نامه بشکنن، یا بعضی بیان بشکنن دیگه، بعضی نقض کنن. فواید معاهدات، این معاهدات چی فایده ای داره؟ که میگه بابا چی کشور اسلامی با کشور کفری صلح بکند، معاهده بسته کنند، چی فایده ای داره؟ میگه خیلی فایده دارد. یستفید المسلمون من اجراء المعاهدات مع الكفار فی ترک القتال. مسلمان ها استفاده میبرن، خیلی استفاده میبرن در معاهداتی با کفار میبندن در ترک جنگ. فالمتأمل، مثلا کسی اگر تأمل و تفکر کنه در فواید صلح حدیبیه التي تحققت مع تردد كثير من الصحابه، اونجا میبینه که چقدر رفت و آمدهای زیادی شد، ببخشید به همراه تردد بسیاری از صحابه در نتیجهش. در ابتدا خیلی از صحابه در ابتدا از نتیجه او تردد داشتن، پریشان بودند که صلح حدیبیه آیا به نفع ما خواهد شد یا به ضرر ما خواهد شد. در مرحله اول اینا به این شکل بودن و اما بعدا قطعا دانستن انه فی السلم یجد الحق فرصتا، فهمیدن که در صلح حق فرصتی مییابد تا انتشار پیدا بکند، به او اندازه‌ای که لا تکون متاحتا فی حالت الحرب، که در حالت حرب قدر فرصت میسر نبوده. و شما نگاه کنید در صلح حدیبیه سال ششم شده، ششم هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله، 13 سال اونجا 19 سال تا صلح حدیبیه طول کشیده از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله. در این 19 سال تقریبا ماحول 3000 4000 نفر مسلمان شده، 3000 نفر مسلمان شدن. اما بعداً تا صلح حدیبیه لشکر پیامبر صلی الله علیه و آله رسیده به 10000 نفر، یعنی 7000 نفر اینجا به طول 2 سال تا به فتح مکه. بخشین از صلح حدیبیه تا فتح مکه به طول 2 سال 7000 نفر در واقع به ایمان مشرف شدن. پس در فضای صلح بدون شک بیشتر اسلام میتونه نشر بشه و پخش بشه. البته وقتی میگیم صلح، صلحی که مسلمان ها استقلال داشته باشن، نه اینکه غلام و برده کافر باشن یا غلام حلقه و گوشی را آورده اینجا در این کشور گذاشته به نام صلح. وقتی صلح میگیم صلح واقعی که استقلال مسلمین باشد و کافر در کشور خود، مسلمان در کشور خود. اینو به یاد داشته باشید. اهم ادوات العلاقات الدولیه فی الاسلام وقت السلم، مهمترین وسایل ارتباطی دولت اسلامی در وقت صلح چیست؟ از چی وسایلی کار میگیره برای ارتباطات؟ البته باید اینو بگیم که نسبت به زمان و مکان اینا میتونه فرق بکنه، شرایط زمانی میتونه وسایل جدیدتری ارائه بده. حالا بعضی اینجا گفته تبادل رسول، مثلا اینکه سفیرانی نامبرانی رد و بدل بشن و سفاراتی سفیرهایی مثلا که عداتین اینا وسیله باشن در علاقات خارجی برای دولت اسلامی. یکی ای است سفیری برود و بیاید و نامه‌ای ببرد و نامه‌ای بیارد. البته در گذشته به این شکل بوده، حالا همین میشه از طریق تلفن زدن، ایمیل زدن، صحبت کردن در فضای مجازی. از این طریق میشه بزرگان دولت اسلامی با کسانی از بزرگانی از دولت‌های غیر اسلامی از طریق وسایل ارتباطی با هم ارتباط باشن، صحبت داشته باشن. یک. دوم التبادل التجاری، از طریق مبادلات تجاری، جنسی بده جنسی بخر و اقتصادی، که اینها وسیله میشه برای علاقات خارجی اسلامی. سوم التفاوض، گفتگوها، جلسات گرفتن، گفتگوهایی کردن، یعنی از لحاظ دیپلماسی ارتباطاتی داشتن. یه میشه یک وسیله برای ارتباطات خارجی برای دولت اسلامی. چهارم التعاهد
که عادات فی العلاقات الخارجیه، عهدنامه ها و توافق نامه هایی با هم امضا کردن در موضوعات مختلف. توافق نامه هایی که امضا میشه، یا تجاری یا اقتصادی یا علمی یا صحی، اینها میتونه که برای تعاملات مفید باشه. و خلاصه القول، خلاصه قول این که واجب، مثل اینها میتونه خیلی چیزهای دیگه هم بشه. خلاصه قول، خلاصه سخن این است که واجب دولت اسلامی این است که مخالفت نکند با تعالیم اسلام فی جمیع اتفاقاتها. فقط مهم این است اتفاق ببندد با کفار، اما در اتفاقیه های خود، در توافق نامه ها و معاهدات خود چیزی به خلاف تعالیم اسلام فیصله نکند. مثلا فیصله کنند که بله بیا این ایده از مسلمانان ما به شما کافرات تسلیم میکنیم، شما هر قسم میخواید اینا رو شکنجه کنید بکشین، به خاطر که اینا دشمن ما هستن. این باطل است، این غلط است، این درست است. یا امثال او، حصه از سرزمین‌های اسلامی رو بیایم به اونا تسلیم بکنیم، سرنوشت ایده از مسلمانان رو بسپاریم به دست اونها. این چیز خلاف شرع در اون نباشد. و تعد سیاست، بعدا اینجا میخواد توضیح بده، چون این کسایی که کتاب نوشتن در عربستان سعودی بودن، البته در گذشته، میخوان مثال بزنن که در کشور ما همچنین است. والله اعلم، ولی که تطبیق درست است یا نه. گفته که سیاست مملکت عربی سعودی مثالی است یحتذا که پیروی میشود، فکثیرا ما تتحفظ المملکه، خیلی اوقات مملکه میگه، دولت سعودی میگه حفظ میکند در قبول بعضی از بنود هذه المعاهدات، میگه خیلی دقت میکند، خود را برحذر میدارد در بعضی از ماده های این معاهدات و اتفاقات که صادر میشه از هیئت امم متحده یا از یکی از مؤسساتش، دقت میکنه که بعضی چیزا نپذیرد. البته این چیزی که اینها میگن در گذشته بوده، چون کتاب پیشترا نوشته شده، اما در این سالهای اخیر که از زمانی که فعلا این ولی عهدی که حالا فعلا سر و کار هست در دولت سعودی، میبینی که کاملا متاسفانه میل و چی او به طرف غیر مسلمین است و خیلی کارهای غیر اسلامی انجام میده، کارهای خلاف شرع انجام میده. خب به هر صورت حالا این مثالی گفته، میتونه مثال او درست تطبیق بشه، میتونه نشه، کار نداریم به او. اما اصل موضوع این است که توافق نامه ها و صلح نامه هایی که بین دولت اسلامی و غیر اسلامی بسته می شود نباید با تعالیم دینی در تضاد و در تعارض باشد. ای بس. حالا علاقات خارجی در حالت صلح ای بود، توضیح دادیم. علاقات خارجی برای دولت اسلامی در حالت جنگ و حرب چیست؟ اینو میخوای توضیح بده. بحث جهاد را اینجا اشاره کنه. میگه الحرب مظهر من اهم مظاهر القوه. یک چیزی که امروز خیلی از دشمنان اسلام تبلیغات میکنن، نه اصلا صلح خوب است، جنگ اصلا نباید باشد، یعنی به نوعی بدون شک و صلح خیر، قرآن کریم میگه صلح نیک است، در این شکی نیست. اما اینکه به طور مطلق جهاد و جنگ با دشمنان و با ظالمین، با مستکبرین ایر نداشته باشیم، این یک فریبی بیش نیست. این فریب است که حتی خود کسایی که حرف میزنن به او عمل نمیکنن. وگر نه خب چرا اینقدر بمب اتمی که میسازن، موشک هایی که میسازن، تیاره های چی که است، جنگنده که میسازن و امثال او، تانک هایی که میسازن، وسایل جنگی که عموما ساخته میشه، اینا رو برای چی میسازن؟ هر چند وقت یک بار میبینی نمایش نظامی برقرار میکنن، نشان میدن امکانات و وسایل خوده. اینا به خاطر چیست؟ پس لازم میبینیم این هم نیاز هست، این هم یک ضرورت است، اما به جای خودش، که به ناحق استفاده نشه، بالای کودکان و زنان بیگناه بمباران نشه، کشته نشه، مثل که در عراق شد، مثل که در سوریه شد، مثل که در افغانستان شد. این چنین ظلم و ستم نشه. ملل متحد هم به پشتشان ایستاده و این کارا انجام میدادن. اما متاسفانه همین قصاب‌ها باز ادعا میکنن که ما دامن ما خونالود نیست و ما جنایت نکردیم و اصلا جنگ چیز بدی نیست، بدی است، چیز خوبی نیست. بابا شما میسازین، شما وسایل جنگی رو میسازین، شما میفروشین اینها و شما در این جنگ‌ها خیلی اشتراک دارین. جنگ اول جهانی و دوم جهانی رو شماها کردین دیگه، مسلمان‌ها که نکردن. الحرب مظهر من اهم مظاهر القوه. لذا جنگ یکی از مهمترین مظاهر قوت هست. لذا قوت نشان میده، این قابل انکار نیست. ولم یزل القوه مسموع الکلمه. قدرت همیشه سخن او بیشتر شنیده میشده، یا با اون تعبیر عمومی امروزه که حق از لوله تفنگ بیرون میشه. تا در گذشته وقتی که شوروی سابق قدرت داشت، هر چیزی که فکر سوسیالیستی بود، فکر کمونیستی بود، میدی در دانشگاه تدریس میشه، در هر دانشگاهی فکر سوسیالیستی و فکر کمونیستی بود، قدر داشت. امروز فکر سوسیالیستی بازار خود از دست داده، چون قدرت دولت او از بین رفته. باز امروز امپریالیسم و
نظام سرمایه‌داری میبینی این دیگه خیلی باز رونق داره. آمریکا هر چه بگه حرف او درست است. اصلا نمیشه که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها حرف اشتباه بزنن. به گمان بعضی‌ها چنین تصوری دارن. نه استغفرالله، ما که نمیگیم، یعنی بعضی‌ها چنین برداشت و تصوری دارن. چرا؟ چون قدرت تاثیر خود داره. البته کسانی هستن که باز در مقابل قدرت سرخم نمی‌کنن، فهم دارن، درک دارن، ایمان و یقین دارن و میدونن که حق و باطل چیست. اما متاسفانه در بین عامه مردم این تاثیر غیر قابل انکار است و همیشه قوا و قدرت مسموع کلمه بوده، نافذ الرأی بوده. اویی که قدرت بیشتر داره اگه بی سواد و جاهل و احمق هم هست، ظالم هم هست، میبینی که احترام میشه، قدر او بیشتر دیده میشه. مرهوب الجانب، از جانب او میترسن مردم، وحشت دارن، قدرت داره برادر. ولم یزل منطق القوه هو المسيطر في العلاقات الدول والجماعات والافراد. منطق قوت همیشه دیگه تاثیرگذار بوده در ارتباطات کشورها، گروهها و افراد. اما ضعیف فلا یکاد یسمع قوله، ضعیف سخن او شنیده نمیشه. ولا یعبه له فی الواقع، اصلا ارزش به او داده نمیشه. پس لازم وقتی از صلح حرف میزنیم، نه صلح به حالت تسلیمی، نه صلح جبانانه و به حالت ترسویی، به حالت ترس. صلح با قدرت، نه صلح با ترس. و به این خاطر بس باید دولت اسلامی به همراهی که با دیگران صلح دارد به جانب قوت خود توجه کند و اعیدوا لهم ما استطعتم من قوه. در مقابل دشمنان خود قوتی را آماده کنید که اونها از شما بترسن، متوجه خود باشن که بر علیه شما نتازن. و این کان الحق والعدل فی جانبه، ضعیف بیچاره اگر حق و عدلم در جانبش باشد حرفش شنیده نمیشه. ولن یستطیع حمایت مصالح، نمیتونه مصالح خود را حمایت کنه، حقوق مشروعی خود را حمایت کنه. این بقی علی ضعفی، اگر به ضعف خود باقی ماند. پس باید در نظام سیاست اسلامی روی به دست آوردن قدرت کوشش بشه، قدرت باید داشته باشی. و لحاظا می‌بینیم مشروعیت جهاد در اسلام داریم لحمایت المصالح دینیه، به خاطر حمایت مصلحت‌های دینی و دنیوی برای مسلمین. درسته مسلمان ها در جستجوی صلح دوست دارن و ان جنحوا للسلم فاجنح لها که قبلا آیه خواندیم. اما به همراه او مسلمان شجاع است، دلیل است، بی غیرت نیست که سر خم کند پیش هر مستکبر و مستبدی. و علی اعتبار انه وسیله تحمی به الحقوق، قدرت وسیله است که به وسیله آن حقوق و مصالح چی میشه؟ حفظ میشود. لا لکونی قایتا فی حد ذاتی، نه به اون شکلی که ماکیاولی میگه که قدرت اصلا هدف است، منظور است. نه خیر، قدرت وسیله است. قدرت وسیله است برای اجرای عدالت، به خلاف اون چیزی که ماکیاولی میگه که قدرت خودش هدف است. لازم عدالت میخوای بشه، میخوای نشه، میخوای ظلم بشه، ستم بشه، هر جنایتی میخوای بشه، او هدف است. به هر وسیله‌ای که میخواد به دست بیاید، وسیله هدف وسیله را توجیه میکند. ولی اما در اسلام که است، قدرت وسیله است برای اجرای عدالت، برای حفظ حقوق. لذا الله تعالی میگه کتب علیکم القتال و هو کره لکم، جنگ بر شما فرض شده اگر چی که برای شما بد برده شده است، شما بد میبرید از جنگ. طبیعتا انسان دوست نداره جنگ را، اما فرض شده. چرا؟ به خاطر اینکه وسیله است برای حفظ حقوق، برای حفظ عدالت. لذا الله میگه و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، شاید شما از چیزی بد ببرید و همان به خیر شما باشد. و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، شاید یک چیزی رو دوست داشته باشید و همون به شر شما باشد. والله یعلم و انتم لا تعلمون، الله میداند و شما نمیدانید. پس این قبول کنید، طبق این کار کنید شما که باید شما قدرت داشته باشید، جهاد هم داشته باشید. و در حدیث صحیح آمده که دلالت میکند که انسان به طور طبیعی خوش ندارد جنگ را و پیامبرم گفته خیلی با آرزوی جستجوی جنگ نباشید. در روایت صحیح مسلم هست که لا تتمنوا لقاء العدو، ملاقات دشمن را آرزو نکنید. ای کاش ما به جلوی دشمن برسم، من چنین بکنم. نه، پیامبر گفت طلب نکنید. و صلی الله العافیه، از الله عافیت طلب کنید. اما وقتی چاره‌ای نبود، ضرورت پیدا شد که در مقابل دشمن باشید، فاذا لقیتموهم فاصبروا، وقتی با آنها روبرو شدید با صبر کنید. روایت هم در صحیح البخاری هم در صحیح مسلم، حدیث متفق علیه است. و ما ذلك، به همراه این حرفا، فان المسلمین مطالبون بالضروره الاعداد، مسلمان ها مأمور شدن ضرورتا آمادگی داشته باشند، اعداد داشته باشند، خدا آماده کنن به حسب استطاعت و توانایی خود، لكل انواع القوه العسکریه و الاقتصادیه و العلمیه، از لحاظ علمی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ عسکری، قدرت خدا آماده کنن.
چرا؟ که یرهب الاعداء جانبهم، تا اینکه دشمن از جانب اونها باشه، بترسد و جرأتی نکنه که با ما رو حمله بکنه. بعدا و امروز میبینیم هر کدام از قدرت‌های جهان یعنی سلاح‌های خود نمایش میده، نمایشنامه نظامی برقرار میکنه و خلاصه سلاح‌های خود نمایش میده. چرا؟ تا اینکه کشورهای دیگری که میخوان به او بتازن بترسانه. متوجه خود باشید، باید مسلمان‌ها هم همچنین باشن، بعدی قدرت داشته باشن و الله به اونها امیر گفته و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، آماده داشته باشید برای آنان، برای کافران آنچه را که میتوانید از قوت. اینجا میتوانید از قوت، حالا چی قوه عسکری، چی اقتصادی، چی علمی، همه میتونه در عمومیت این لفظ شامل بشه. و من رباط الخیل، بستن اسب ها طبق آنچه که در اون زمان بوده. امروز وسایل جنگی معاصر. ترهبون به عدو الله، به این وسیله دشمن الله را بترسانید و عدوکم، دشمن خود را بترسانید از اینکه خواسته باشند بر شما بتازند یا گستاخی بکنند. و من المقولات المشهوره فی عالم اليوم، و جالب است در زمان سلطان سلیمان قانونی داستان نقل کردن که در فرانسه جلسه‌ای می‌خواستن برگزار کنن که زن و مرد مختلط برقصن. سلطان سلیمان قانونی خبر شده، نامه‌ای نوشته به پادشاه فرانسه، گفته من خبر شدم شما این کارو میکنین، شما این فضیحت که انجام میدین، این کار بد انجام میدین، میتونه بالای رعایای کشور ما هم تاثیر بگذاره، چون همسایه‌این، هر چه زودتر این لغو کنین. چون قدرت داشته پادشاه فرانسه گفته سمینا و اطعنا، چشم، همین حالا این لغو میکنیم. اما امروز چون مسلمان ها قدرتی ندارند و ضعیفند و اختلافات بین خود دارند، راحت میه قرآن میسوزانه، خیالش هم نیست. و اگر قدرتی مسلمان ها داشته باشند، پدرش جرئت نمیکنه این کار انجام بده. و لحاظا پس مسلمان ها باید قدرت هم داشته باشند. این هم نیاز است، این هم یک ضرورت است. درسته که صلح طلب باید باشیم، اما بی غیرت هم نباید باشیم. قدرت باید داشته باشیم. صلح از موقف قدرت. و از مقولات مشهوره در عالم امروز این است: اذا اردت السلام، این مقوله جالبی است، اگر صلح میخواهی آماده جنگ باش. اگر آمادگی به جنگ نداشتی، صلح هم از دست تو میره، چون بالای تو میتازن، حمله میکنن. میخوای صلح داشته باشی، کشورت در صلح باشد، جنگ نداشته باشی، قدرت داشته باش. قدرت داشته باشی، هیچ کس جرئت نمیکنه به طرف تو چپ نگاه کنه. افغانستان بیچاره‌ای که قدرت نداره، هر روز یکی بالای او میتازه. یک روز شوروی میتازه، یک روز آمریکا میتازه، یک روز از اروپا است، یک روز انگلیس است. چون چیزی بیچاره نداره. آماده باشه، جرأت پدر او نمیشه که چپ نگاه بکنه. این مقوله خیلی جالبی است. میخوای صلح داشته باشی، آماده جنگ باش. و ما لم یکن هناک توازن حقیقی، یعنی باید یک توازن حقیقی بین قوای عسکری و اقتصادی و تقنی، یعنی تکنولوژی روز، بین مسلمان ها و دشمنانشون باشد. یک توازن و قدرت باید برقرار باشه که اونها نتازن بر اینها. توازن داشته باشن، صلح برقرار میشه. فإن اولئک الاعداء سیتجرؤون علیهم، او دشمنات جرأت میکنن بر آنها. ببینید در همین سالهای اخیر کی حمله کرده به کشورهای اسلامی؟ اینا حمله کردن. آیا نیروهای از کشورهای اسلامی رفته به آمریکا، رفته به عراق، رفته به شوروی، ببخشید، رفته به انگلیس، فرانسه، آلمان، شوروی، اروپا کلا رفته به اونا؟ نرفته. اما از اون طرف اروپا و آمریکا، شوروی، هر کدام اینها، یعنی روسیه امروزی ده، شوروی قدیم، بالای چی؟ بالای عراق حمله کردن، بالای سوریه حمله کردن، بالای افغانستان حمله کردن و بالای به چچن حمله شده، به صدها جای دیگه کشورهای اسلامی، فلسطین که خیلی مشهور و معروف است دیگه. و لحاظ علت چیه؟ چون مسلمان‌ها قدرتی ندارن. پس این قدرت به کار است و دشمن هم یک سر به مسلمان‌ها به گوششان چی میخوانه؟ جنگ خوب نیست، صلح خوب است. نه، البته جنگ برای اونا خوب است، برای شماها که دفاع بکنید خوب نیست. شما گوسفند باشید، زیر پای ما له و لورده بشین، از بین برین و ما قدرت داشته باشیم. جنگ برای شما خیلی بد است. و بعضی مسلمان‌های نادان و بیخبر و ساده و فریب خوردن، بله ببین غرب چگونه پیشرفت کرده، بیایم با اینا نجنگیم، غلامی و حلقه به گوشی اینا رو قبول بکنیم، بردگی اینها رو بکنیم تا ما هم به پیشرفت برسیم. بابا اونا از بردگی به پیشرفت نرسیدن. کمی بیدار باشیم. محاولین استقلال الضعف و حالت التفکک التي يعيشون بأبشع سؤال. متاسفانه حالتی که امروز میبینیم سوء استفاده کردن، استقلال کردن، کوشش کردن از بهره جویی ضعف و حالت تفکک و پراکندگی که مسلمان ها به بدترین صورت ها در آن زندگی میکنن و ذلیل‌ترین حالت متاسفانه. و این از جزای کسی که امر الهی را تعطیل کرده. امر الهی چی بوده؟ واجب است اعداد قوه، آمادگی قوت.
و سعی در حصول آن. و سنن الله الکونیه لا تحابی احدا، قوانین سنت الهی در کون طرفداری از هیچ کس نمیکنه. هر کس تلاش کرد، کوشش کرد، به جایی میرسه. تلاش و کوشش نکردی، حتی اگر حق هم به طرف تو باشد، به جایی نمیرسی. ولهذا تنها حق خودمون میای بالای چوکی نمیبینی چیزی که ولی من حق هستم. باید برای او تلاش کرد، باید برای او کوشش کرد. قانون سنت الهی در کون همین است. القواعد المنظمه لسیر القتال وقت الحرب. بعدم باز یک عده قوانین توضیح میده برای در زمان جنگ که اینا رو مراعات کنین. گفته قبل از اینکه صحبت کنیم از قواعدی که تنظیم بخش سیر قتال در وقت حرب است در اسلام، نبین مسبقات الحرب فی الاسلام. اول میگه بیان میکنیم که جنگ در اسلام در چه حالاتی مجاز است. مسبقات یعنی مجوزات، چه چیزای جواز میده جنگ رو در اسلام، چگونه جنگ باید باشد. اول جنگ برای رد عدوان، رد تجاوز و دفاع از دین و نفس و اهل و مال و وطن. یکی حمله کرده به سرزمین تو، به دیار اسلام و مسلمین، به ناموس مسلمان، به دین مسلمان ها، به منطقه مسلمان ها، جهاد فرض است. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، و در این حالت جهاد فرض عین هم میشه. دوم تعذیب ناکثی العهد من المعاهدین، هر کس عهد بسته با مسلمان ها و بعداً عهد رو شکسته، برای ادب کردن اونها بله بعد جایشان اونها رو نشان، یا گروه باقی که بر جماعت مسلمین تاخته، اینجا باید تنبیه بشود. سوم تأمین حریت اعتقاد برای مسلمین، برای حفظ تأمین آزادی عقیدتی مسلمین و رد کسایی که میخوان مسلمانان در دینشان به فتنه بیاندازند، مثل در ایغور چین امروز، در چچن، در خیلی جاهای دیگر که مسلمان ها در زیر فشارند. مسلمان نمیتونه قرآن بخونه، قرآن جرمه به دست باشه. همچنین حالتی جهاد فرض است. این جایی که باید کشور اسلامی نیروی خود درست کنه، حمله کنه به این کشور و نیم مردم و رعیت اوره، بلکه این دولت مستبد و مستکبر را تا این مردم آزاد باشن، راحت باشن. و هر کس مسلمان میشه یا نمیشه مختار است، خود او کار داره، اما آزادی باید وجود داشته باشه. چهارم اغاثة المظلومین من المسلمین اینما کانوا، کمک رسانی به مظلومین از مسلمان ها در هر جایی که باشن. در اینجا جهاد فرض است. پنجم حمایت الدعوه، برای حمایت دعوت، هر جایی که در مقابل دعوت ایستادگی شده، دعوت اسلامی رو سرکوب کردن، باید در اونجا مقابله بشه، جلو مستبدین و مستکبرین و ظالمین گرفته بشه. اما در حالت جنگ فإن دولة الاسلامیه تمتلك استراتیجیه للتعامل با الطرف الاخر. دولت اسلامی در حالت جنگ یک استراتژی یا یک موقف نظامی خاص خود را دارد با طرف دیگر، چی قبیل و اثناء قتال، قبل از جنگ یا در اثناء جنگ، متضمن است مجموعه من المبادئ التي يتقيد بها التحرك الخارجي في وقت الحرب. یعنی در زمان جنگ باید یک عده قوانینی هست که اینها باید مراعات بشه و این قوانین در کتب فقهی به نام کتاب الجهاد مفصل بحث شده و لحاظا اینجا توضیح نمیده. میگه در ذخیره کتب فقه اسلامی بحث هائل و بزرگ و عظیمی از احکام متعلقه به جهاد و جنگ وجود دارد در کتب فقه اسلامی که اونجا توضیح داده شده. از جمله بعضی را اینجا از مهمترینشان اینجا یاد میکنه. میگه اول الاصل فی الجهاد فی الاسلام انه فرض الکفایه، اصلی است که جهاد فرض کفایه است. عده‌ای از مسلمانان جهاد کنن از دیگران ساقط میشه. متى ما قام به البعض، تا وقتی که بعضی این کار رو انجام بدهند از دیگران ساقط میشود. اما جهاد باز گاهی اوقات فرض عین میشه. یک مشکل بزرگ، یعنی بعضی جماعت‌های اسلامی بزرگ است متاسفانه همیشه جهاد فرض کفایه میگه، از فرض عین غافله، اصلا جهاد فرض عین اشاره نمیکنه. من جالب بود برای من، یک دوستی در یکی از جماعت‌های اسلامی بزرگ داخل او بود و حافظ قرآن بود، از دانشگاه هم خلاص شده و پانتون هم خوانده بود، خلاص کرده بود، شرعیات هم خوانده بود. و یک روز ما درس داشتیم بحث جهاد فرض عین و کفایه شد. او گفت من اولین دفعه است که در عمر خود جهاد فرض عین میشنوم. برای من خیلی جالب بود، حافظ قرآن و از دانشگاه شرعیات هم فارغ شده و در یک حرکت اسلامی بزرگی که حرکت سیاسی هم هست، حرکت سیاسی دینی هم به اصطلاح بود، دیدم که اطلاع نداشته و این خیلی جالب بود برای من. خب ولکن یکون جهاد فرض عین علی کل مسلم مکلف قادر اذا دحم العدو بلده. در چند حالت جهاد فرض عین میشه. یکی اینکه دشمن به کشورهای اسلامی حمله کنن، یک جایی که نفیر عام داده بشه، دو نفیر عام یعنی دستور عمومی از طرف حاکم مسلمین داده بشود، یک جایی که وجود این شخص خیلی ضروری است، اگر این نباشه در جنگ
جنگ خیلی ضربه بزرگی میخوره، وجود این شخص خیلی لازم است، برای همین شخص علی تعیین فرض عین میشه. و چهارم حالت ای که در جنگ حاضر بشی، با دشمن روبرو بشی، که هر کدام دلایل در کتاب و سنت برای اینها وجود دارد، بلکه آیات سری قرآن هم هست. و در این مورد ببینید کتاب فقه الاسلامی و ادلته است، اینم ببینید الفقه الاسلامی و ادلته در بخش کتاب الجهاد اینجا میاد توضیح میده جهادهای فرض عین را. میگه امکان النفیر آمن، یعنی دستور خروج عمومی از طرف حاکم داده بشه که انهجم العدو علی بلد اسلامی، مثل که دشمن بر کشور اسلامی حمله کنه، جهاد فرض عین میشه بر هر کسی که قدرت دارد از مسلمین. حالات دیگر رو هم آورده و بعدا در صفحه بعدی اینجا گفته و هذا الحكم المذکور فی فضیلة الجهاد به اتفاق الفقها. گفته این موضوع هم در کجاست؟ به اتفاق فقها و علماست. در موضوع ببخشید در فقه الاسلامی و ادلته میتونیم ببینید در کتب فقهی هم هست. شیخ الاسلام ابن تیمیه هم اینجا عبارتی را آورده که وقتی دشمن به بلاد اسلامی داخل شد، شکی نیست که واجب است دفع او الاقرب فالاقرب. اون کسایی که نزدیکترن، اگر اینا نتوانستن باز گروه دیگه که نزدیکترن، تا وقتی که تمام جهان اسلام در بر میگیره، چون جهان اسلام به منزله یک شهر واحد است. دیگه که گفته در جهاد فرض است، لازم است که اذن ولی امر مسلمین گرفته شود. نمیشه هر کس به سر خود بره به جهاد، چون گاهی خود ضربه میخوره، مشکل درست میکنه، الا که حالت مفاجعه و ناگهانی حمله دشمن باشه. دشمن ناگهانی حمله کرده، اینجا دیگه چاره نیست، اذن اولی الامر لازم نیست، میتونی دفاع بکنی، چون حالت استثنایی است. مثل که در روایت صحیح البخاری داریم که سلمة بن اکوع رضی الله عنه دقیقاً دشمن دیده که حمله کرده، بعضی مالهای مسلمین گرفته، رفته با اونا جنگیده بدون اذن از اولی الامر و پیامبرم تایید کردند، و چون حالت استثنایی است دیگه. اما در حالتهای عمومی که توانایی اجازه گرفتن از اولی الامر هست، نباید به سر خود افراد به جنگ داخل بشوند، به جهاد داخل شوند، چون میتونه ضرر او بیشتر باشه. سوم این که واجب است اجازه گرفتن از والدین اگر جهاد فرض کفایی بود، اما اگر فرض عین شد اجازه پدر مادر دیگه لازم نیست. دیگه امیر جیش کفار را مخیر میکند بین سه چیز: یا مسلمان بشوند، یا جزیه بدهند و بر دین خود باشند، یا اینکه قتال صورت میگیرد، که این مطلب در روایت صحیح مسلم صراحتا آمده است. پنجم، حرام است مسله کردن به جثه های دشمنان، جثه او، گوشه او ببر، بینی او ببر، این کار درست نیست. فحالت الحرب فی الاسلام لا تبرر الخروج علی قواعد العدل. حالت جنگ چیزی مخالف قوانین عدالت را خواهش نمی کند، بلکه در امو حالت باید تجاوز نکنین. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین. تجاوز نکنید، الله تجاوزکاران را دوست ندارد. و دیگه کسایی که جنگنده نیستن، جنگجو نیستن، نکشید. مثل کسایی که سن و سالشون بالاست، مثل زنها، مثل اطفال. حتی بعضی از علما گفتن کسایی که کارگر هستن، کار غریبی زندگی خود میکنن، با اونها جنگ نیست. جنگ با کسی است که با تو میجنگد. ششم، حسن معامله با اسیران، معامله نیک با اسیران داشتن، طعام دادنشان، لباس دادنشان، عدم اکراهشان بر اسلام اجباری وجود ندارد. و تحریم تعذیبهم، شکنجه نکردن آنها و عذاب نکردن آنان. اینا بعضی از قواعدی بود که در کتب فقه اسلامی یاد شده و اینجا خیلی مختصر اشاره کرده و در کل ما و شما پی بردیم در این مطلب به طور مختصر و خلاصه تعاملات نظام سیاست اسلامی با کشورهای دیگر در حالت صلح و در حالت جنگ، که بعضی از قوانین رو اینجا متوجه شدیم. تفصیل این مطالب باز در کتب فقهی بیشتر میتونیم به دست بیاریم. از این بحث تمام بشیم، بحث تعاملات خارجی نظام سیاست اسلامی رو خواندیم و حالا میخوانیم قواعد نظام سیاسی در اسلام. 4 قاعده در نظام سیاسی اسلام توضیح میده: شورا، عدل، مساوات، حریت و آزادی، که در جلسه آینده این مطالب را خواهیم خواند. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را حفظ کند و از جمله صالحین قرار بدهد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.